أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین زیر حدیث 535 این حدیث را می‌آورد، میگوید و عن ابی بشر قبیصة بن المخارق رضی الله عنه قال، میگوید از ابو بشر قبیصه ابن مخارق رضی الله عنه روایت است که گفت تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلی الله علیه و سلم اسأله فيها. تحملته یعنی که بگردن گرفتم مبلغی را، حمالت را بگردن گرفتم. تحملت یعنی که من بگردن گرفتم. حماله چی است؟ حماله سومی که برای صلح در بین دو قوم گذاشته می شود. یعنی دو قوم در اگر مشکلاتی که بینشون هست سومی باید پرداخت کرده شود. همین سوم مثلا یک کس گردن میگیره تا اینکه همون قوم بینشون صلح کنند. فهمو؟ همین را حماله میگویند. خب پس میگه که قبیصه ابی بشر قبیصه میگوید که من انا همون سومه به گردن گرفتم، یعنی که من میسپرم. گفتم فاتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس آمدم میگه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اساله فیها، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میپرسیدن درباره همین سوم، یعنی که درباره همین حماله که اکنون را به گرده گرفتگی هستم، ندارم بتیم، یعنی چیکار کنم؟ یعنی برای صلح شده من به گرده گرفتم. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اقیم یعنی صبر کن، یا که انتظر یعنی که منتظر باش. حتی تاتینا الصدقه، تا اینکه برسد برای ما مال زکات. صدقه یعنی مال زکات، تا اینکه مال زکات بیاید برسد، یعنی تا آمدن زکات صبر بکن. فنأمر لك بها، پس ما امر میکنیم برای تو از همون مال صدقه، یعنی ما برای تو امر میکنیم که از مال صدقه جدا کرده برای تو بتیان، همون حماله را بتیان، تا اینکه بین اون قوم صلح پایبند باقی بماند. ثم قال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، یعنی که اول گفتش که صبر کن، بعد از این نصیحت شروع کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک مسئله مهم را گفت که یا قبیصه ان المسأله لا تحل الا لاحد ثلاثه. گفت ای قبیصه، هر آینه المسأله لا تحل، یعنی که درخواست کردن مال حلال نیست، پرسیدن مال حلال نیست، الا لاحد ثلاثه، مگر در این یکی از این سه حالت، در این یکی از این سه حالت می شود که درخواست مال کرده شود. یکم رجل تحمل حمالتا، مردی که به گردن گرفتگی است حماله ای را، مبلغی را برای صلح در بین قوم انداختن. فحلت له المسأله حتی یصیبها، پس حلال است برای اون درخواست کردن مال یا مسئله، یعنی که گدایی کردن یا طلبیدن، حتی یصیبها، تا اینکه نائل شود به همون صلح، یا که تا اینکه به دست بیارد همون مال حماله را. ثم یمسکو، بعد از این میگه خودداری کند، یعنی که مثلا چند سوم در کار است برای این طلب بکند، وقتی همون سوم به دست کی آورد ثم یمسک، پس از این خودداری کند از طلب کردن، دیگر طلب نکند. این یکم حالت است که در اینجا جایز است. و دویم حالت و رجل اصابته جائحه، یعنی مردی که رسیده است به اون مرد آفت، یعنی به مال اون مرد آفت رسیده است، اجتاحت ماله، یعنی از بین برده است مال این مرد را. یک انسان را مثلا مالدار بود، یا که مثلا زندگیش خوب پیش میرفت، مصیبت بالاش آمد و مالش از دست داد. فحلت له المسأله، پس حلال است برای این انسان هم همچنین مسئلت کند، یعنی که درخواست مال کند یا مال طلب بکند. در این صورت جایز است. حتی یصیب قواما من عیش او قال سدادا من عیش، تا اینکه به دست بیارد قوام از عیش یا سداد از عیش. قوام و سداد هر دوش به یک معنا هستند، یعنی که همون حاجتی که برآورده می شود، همون سومی که برای
لازمات زندگیش در کار است، انا همون را به دست بیارد. یعنی اگه انسان مالدار بود، مالش از دست داد، دیگر هیچ چیزش نماند، پس این انسان میتواند طلبندگی کند، درخواست مال کند، انا همون قدر درخواست کند که حاجت های بگیم چیزهایی که لازم است در زندگیش همون را به دست بیارد، فهمایی که برای روزمره و بگیم چیزایی که در زندگیش لازم است. قوام سداد هردش یک چیز، یعنی قوام من عیشین یعنی که برای برپا کردن زندگی، سداد یعنی که بگیم مهیا کردن برای زندگی، هرچی بگیم به یک معناست، یعنی که همون قدری که براش لازم است. خب و رجل اصابته فاقتون، این دیگه مرد بود، این مردی که مالدار بود و مالش در آفت آمد از بین رفت. دویم سوم مرد و رجل اصابته فاقتون، و مردی که گرفتار شده است به اون مرد فاقه یعنی که کمبغلی و ناداری، یعنی که به چیز، یعنی مهنت میکند، کار میکند، زحمت میکشد، اما باز هم کمبغل است. حتی یقول ثلاثه من ذوی الحجه من قومه، تا این که بگوید، اینجا گفتن به معنی گواهی دادن از شهادتی بدهد، تا این که گواهی بدهد یا شهادتی بدهد سه کسی از مردان صاحب عقلی از قومش، از مردان خردمندی از قومش، فهمو؟ سه مردی عاقل و بالغ و سه مردی خردمند از قوم خودش بیاد بگه که همین انسان کم بغل است، پس در این صورت هم طلبندگی کردن براش جایز می شود، یعنی که حرام نمی شود سنش. لقد اصابت فلانن فاقتون، یعنی بیاید سه مرد بگویند که لقد اصابت فلانن فاقتون، یعنی واقعا گرفتار شده از فلانی را کمبغلی و ناداری، یعنی بگیم فلان شخص کمبغل و نادار شده است. فحلت له المسئله حتی یصیب قواما من عیش، پس حلال میگردد برای اون انسان طلبندگی، درخواست کردن مال، حتی یصیب قواما من عیش او قال سداد من عیش، تا اینکه همون چیزهای ضروری زندگیش به دست بیارد. تا همون را به دست آوردن یعنی همین اندازه طلبندگی کردن براش جایز می شود. فما سواهن من المسئله یا قبیصه سحت، پس غیر این از درخواست کردن مال ای قبیصه سحت است. سحت است یعنی بی برکت است، یا بگیم سحت می شود خلاصه ترجمه کنیم که حرام است. غیر از این مسئله ذکر کردگی، غیر از اینها دیگر درخواست کردن مال میگه سحت است، یعنی که کم بگیم بی برکتی است یا که حرام است. یاکلها صاحبها سحتا، میخورد صاحبش آن را حرام، یعنی که اگر که درخواست کند غیر این سه مسئله، پس اون انسان مال حرام را میخورد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. خب این بود حدیث 535. بعد از این حدیث 536 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، حرین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که نیست مسکین کسی که یطوف علی الناس، یعنی میگردد در بین مردم، یعنی که طلبندگی میکند در بین مردم، ترده اللقمه واللقمتان، پس برمیگردونن اون مردم، یعنی که میدهندش اون مردم یک لقمه یا دو لقمه و تمرت و تمرتانی، یا یک خرما یا دو خرما براش میتین. میگه این مسکینی نیست. ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیه، ولکن میگه مسکین واقعی و حقیقی کسی هسته که لا یجد غنى، نمیابد ثروت، یغنیه که اون را به نیاز بگرداند، ولا یفتن له، و ولا یفتن یعنی خبردارم گردانده نمی شود از این مرد مسکین بیچاره، یعنی مردم خبردار نمی شوند از مسکینی و از ناداریش، فیتصدق علیه، تا اینکه صدقه بتیان برایش، یعنی مردم خبردار نمی شوند که یاردمش کنن. ولا یقوم فیسأل الناس، و نمی خیزد که از مردم طلب مال بکند. انا همین انسان رو میگن چی است؟ مسکین است. انا همین انسان
مسکین گفته می شود که ثروت نمیاد که به نیاز گردد و مردم از حالش با خبر نیست و طلبندگی هم نمی کند. همین را میگن چی؟ همین را میگن مسکین. این حدیث متفقون علیه است. خب با همین حدیث 536 این باب با آخر رسید. باب نو، باب جواز الاخذ من غیر مسئله ولا تطلع الیه. یعنی که باب در مسئله جایز بودن گرفتن یک چیز رو بگیری من غیر مسئلتین، بدون درخواسته، یعنی درخواست نکرده بگیریش. یعنی یک کس وقتی یک چیز میتیاد درخواست نکرده باشی گرفتنش جایزه بگیرش. ولا تطلع الیه، و تطلع هم به اون نکرده باشی، یعنی که چشم به اون نبسته باشی. فهمو؟ پس در این صورت اگر بتیت میگه بگیرش. پس در این باب اکنون قال دلیل میارد، یک حدیث میارد و خلاص در این باب. خب حدیث 537. در حدیث 537 میگوید عن سالم ابن عبدالله ابن عمر، یعنی که از سالم ابن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، عن ابیه عبدالله ابن عمر، از پدرش عبدالله ابن عمر روایت میکند، عن عمر رضی الله عنه قال، از عمر رضی الله عنه روایت است که گفت. این سالم نبیره حضرت کی است؟ حضرت عمر فاروق. پس نبیره حضرت عمر فاروق از پدرش عبدالله و از بابیش حضرت عمر رضی الله عنه روایت کرده. در این حدیث میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعطینی العطاء، یعنی که بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میداد برای من عطا، یگون چیزی میداد من. فاقولو، پس میگم من میگفتم که اعطیه من هو افقر الیه منی، یعنی بده همین چیزی که به من داده سی رسول الله، بده همین چیز برای کسی که فقیرتر است، یعنی احتیاج زیادتر دارد به همون چیز از من دیده. یعنی همین چیز به یک کسی بدید که اون محتاج تر است. یعنی این قول کی میگفت؟ حضرت عمر رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله چیزی که میداد میگفت که این را برای کسی بده که اون فقیرتر و محتاجتر است. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که خذه، یعنی بگیر این را، وقتی دادنت بگیر. اذا جاءك من هذا المال شیء، هرگاهی که آمد برای تو از همین مال چیزه، یعنی آوردن یا دادن برای تو از همین مال چیزه، و انت غیر مشرف ولا سائل، و در حالی که و در حالی که تو غیر مشرف هستی، یعنی که چشم بگیم با اون نبودی یا که انتظارش نبودی، ولا سائلین، و همچنین درخواست هم نکرده بودی، فخذه، پیغمبر صلی الله علیه و میگه که این طور که باشد پس بگیرش تو، فخذه، پس این مال را بگیر. فتموله، یعنی پس مال خودت قرارش بده، یعنی مال برای خودت بگردانش، یعنی مال حق حلال خودت میشود که درخواست نکردی دادنت، بگی مال خودت میشود. یا میتونیم بگه فتموله یعنی استفادهش بر. فان شئت کله، پس اگر خواستی خودت بخورش، یعنی همون دادگی چیزه خودت برای زندگی خودت استفاده بر. و ان شئت تصدق به، و اگر خواستی صدقه بکن اون مال را. اگر در زندگی خودت صرف نکردی، خود اون مالی که دادن خودت محتاج نیستی، بگی صدقهش بکن. و ما لا، و هر آنچه که این طور نباشد، یعنی که اگر که بگیم با اختیار خودش آورده اون آدم نداده باشد، فلا تتبعه نفسک، و پیروی نکن در اون مسئله نفست را، یعنی که در پی آن چیز نباش، در فکر آن نباش. خب قال سالمون، اکنون سالم میگوید فکان عبدالله لا یسأل احدا شیئا، پس میگه بود عبدالله، سالم اکنون پدرش نقل میکند، میگه پدرم بود لا یسأل احدا شیئا، نمیخواست از کسی چیزی، فهمو؟ از کسی چیزی نمیخواست. ولا یرد شیئا اعطیه، و همچنین باز نمیگردانید چیزی را براش داده میشد. یعنی هر کسی چیزی که برای
عبدالله میدادن باز نمیگردوندش، یعنی میگرفتش، اما یک چیز خودش درخواست نمیکرد. حدیث متفق علیه. با همین این باب کوتاه هم با آخر رسید. باب نو شروع میشد، باب الحث علی الاکل من عمل الید، یعنی که تشویق برای انسان از کار دست خودش زندگیش پیش ببرد. در این مسئله انشاءالله چند حدیثه رو میارد درسی آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.